سلام دوستان. آدمی برای زنده ماندن به مقدار کمی خوراک نیاز دارد. از سه یک قسم معده را با خوراک، قسم دیگرش را با آب و باقی مانده‌اش را با هوا پر می‌کند. این سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم را همه مسلمانان باید به خاطر گیرند تا اینکه سلامتیشان را حفظ کرده زندگی را خوب گذرانند، تا اینکه به نمودهای گوناگونی پرهیزها که شاید یگان فایده نداشته باشند و توسط افراد ترتیب داده شوند که از آن چیزی نمی‌دانند گرفتار نشوند. عالمان تحقیق کرده فهمیدند که اگر معده آدم پر نشده باشد، نفسگیری آسان‌تر می شود. نفس رویکی عمر را کوتاه می کند. خون در تمام بدن گشته برای تازه شدن از دی اکسید کربن به شش‌ها می درآید و اگر نفس چقور نباشد، اکسیژن به مقداری لازم به ارگانیسم نمی درآید. روند تازه کنی خون پس می شود و خون مقداری لازمه اکسیژن را نمی گیرد و همان حالت پیشتر به عضوها برمیگردد و این به سلامتی بدن ضرر دارد. در یک دقیقه ما 16 بار نفس میگیریم و نفس میبراریم. در هر نفسگیری نیم لیتر هوا به بدن میدرآید و با این حال آدم در یک شبانه روز 23240 بار نفس میگیرد که در نتیجه آن 11620 لیتر هوایی که اکسیژن دارد به آن داخل می شود. اما نفسگیری پره همان وقت روی می‌دهد که نفس چقور کشیده شود. اگر معده تا سرش پر شده باشد، پس نفس چقور کشیدن غیر امکان است. در نتیجه اکسیژنی لازمه برای مبادله ماده و تازه شوی خون به اندازه کافی به بدن وارد نمی شود. در نتیجه در بدن ناراحتی‌های گوناگون به وجود می آید و چنین است که ما با پول خود برای بدنمان بیماری می خریم. در این رابطه پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم چه زیبا فرمودند: فرزند آدم هیچ چیز را بدتر از معده خود پر نمی کنند. اینجا یک قصه دیگر را هم یادآوری کردن به مورد است. روزی در قطار هدیه‌های گرانبها طبیب ماهری را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستادند و رسول اکرم آن طبیب را برگشته فرستاد و چنین فرمود: ما تا گرسنه نشویم نمیخوریم و سیر نشده از خوراک دست میکشیم. به همین خاطر ما به طبیب نیاز نداریم. همه این یک بار دیگر حقیقت رسالت پیامبر را تصدیق می کند، چون که او از نظر علمی گفته‌های خود را نسنجیده بود و باز خداوند داناتر است.